سلام دوستان، چطورید؟ خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امروز اومدم آموزش بدم که چجوری برنامه سایفون رو همون VPN برای کامپیوتر نصب کنیم. این سایفون با اون VPN ها خیلی فرق میکنه. سایفون مخصوص تلگرام و سایت های تحریمه، ولی اون برای بازی و اینجور چیز برنامه های تحریمه. سایفون ولی بچه‌ها یوتیوب اینا هم باز میکنه. خب شما اگه کار نیازی به انجام بدید، برید داخل گوگل کرومتون که همه سیستما دارن و این نت میخواد. من حساب خودم انتخاب میکنم. اینجا میذارید بچه دقیقا میرم. خب بچه اینجا بزنید دانلود سایفون برای اندروید. اولین سایت فکر کنم، آره اولین سایت رو میزنید. یکم طول میکشه بیاد. آره من زدم دومی. بعد وقتی سایت دومی باز کردید، اینجا نشون نسخه معمولی برای ویندوز 7 به بالا. اینو دانلود کنید. وقتی دانلودش کردید بعد همین راحتی بچه‌ها اکسترکتش میکنید و یه فایل کلا رو اکسترکت کنید دیگه. برای بهتون میاد و هیچ کار خاص دیگه ای نداره. ببینید که برنامه میبینید که بچه برنامه به راحتی هرچی تمام تر باشه. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. خدا یار و نگهدار.